دوستانی عزیز، بار شما فکر کردید که در این دنیای ما و شما چند قدر آدم زندگی میکند و چند قدر زن است، چند قدر مرد است و این را فکر کردید که در این دنیای ما و شما مسلمان بسیار است یا خریستیان بسیار است یا بودیزم بسیار است. بیایید با هم دیگر ویدیو رو تماشا میکنیم و همش رو در این ویدیو میفهمیم. سلام علیکم، لایک تجربه تقدیم میکنم. دوستان گرامی، در این دنیایی که امروز ما و شما زندگی میکنیم زیاده از 7 میلیارد 600 میلیون آدم زندگی میکنند. 49.6% زنها میباشد، یعنی که با حساب گیریم 3 میلیارد 700 میلیون زن میباشد در این دنیا و 54% مردها میباشند. 3 میلیارد 800 میلیون مرد میباشد در این دنیا، یعنی که مردها از زنها بسیارتر است. دوستان عزیز، در یک سال تقریبا زیاده از 137 میلیون کودک تولد می شود و به قید گرفته می شوند و فوتیدگان تقریبا در یک سال زیاده از 53 میلیون و 800 هزار نفر از عالم هستی چشم می پوشند. از این 7 میلیارد و 600 میلیون آدمی که در دنیا زندگی می کند 33% خریستیان می باشد که در جای یکم می ایستد و زیاده از 2 میلیارد 200 میلیون آدم زندگی می کند. در جای دوم باشد دوستان عزیز 23% مسلمان است، یعنی که 1 میلیارد و 600 میلیون مسلمان در روی دنیا زندگی می کند. در جای سوم باشد اتئیستی 11 تا 16% روی دنیا را تشکیل می دهد. هندویستی، یعنی که هندوها می باشند که 14 و 15% روی دنیا را تشکیل می دهد و بودیست ها باشد، بود پرست ها باشند دوستان عزیز 7% روی دنیا را تشکیل می دهند. این گونه دین ها با پیروان خود دوستان عزیز بسیار هستند و ما گلاونی اینها را نامبر کردیم دوستان عزیز که یکم خریستیان می باشد، دوم اسلام می باشد و سوم اتئیستی، یعنی که چیزی رو می بینند باور می کنند و چیزی رو نمی بینند باور نمی کنند و دوم باشد هندویستی می باشد و سوم بت پرستا می باشند. این 5 تاش رو برای شما نامبر کردیم. زیاده از 49 دولتی است که مسلمان ها در آنجا بسیار هستند. از این 1 میلیارد و 600 میلیون مسلمانی که در روی دنیا زندگی می کند 90%ش دوستان عزیز سنی مذهب می باشد و 10%ش باشد شیعه مذهب می باشد. شیعه مذهب ها یکم در ایران بسیار است، دوم در عراق بسیار است و سوم در آذربایجان و دیگر دولت ها می باشد. بسیارترین مسلمان ها یکم در اندونزیا که 87.2% اهالی این اندونزی را تشکیل می دهد. 209 میلیون آدم مسلمان است دوستان عزیز. این جای یکم می ایستد. جای دوم هندوستان است که 176 میلیون مسلمان زندگی می کند که 14.4% اهالی هندوستان را تشکیل می دهد و سوم باشد دوستان عزیز پاکستان می باشد که 167 میلیون مسلمان زندگی می کند و در جای چهارم بنگلادش 134 میلیون مسلمان زندگی می کند و این طور باشد دوستان عزیز در افریقا. مثلا در تاجیکستان گوییم زیاده از 9 میلیون و 100 هزار نفر زندگی می کند که 49.2% اهالی را مردها تشکیل می دهند و 50.8% اهالی را زنها تشکیل می دهند که زنها باشند از مردها زیادترند. مثلا زنها 4 میلیون و 600 هزار نفر هستند و مردها باشند 4 میلیون و 400 هزار نفر هستند. شما در کانال لایک تجربه قرار دارید دوستان عزیز. این بود موضوع امروزه ما که در مدت یک چند مینوت با شما صحبت کردیم. دوستان عزیز، اگر ویدیوی ما برای شما معقول شده باشد حتما در ویدیوی ما لایک مونید، در کامنتر فکر و عقیده های خودتون را نویسید و از شما احترامانه خواهش میکنیم که ویدیو را برای دوستانتون در ایما ادنا کلاسیک پدیلیت سکنید تا دوستانتون ببینند. باقی مانده در پناه الله باشد. خداوند نگهبانتون.